امراه خدای احساس. امراه اردوغان زادی شهر ایرگانی در استان دیاربکیر است. امراه که در کودکی پدر خودش را از دست داده و همیشه درباره نبود پدرش با حسرت صحبت میکنه و حتی برای پدرش یک ترانه و یک آلبوم هم منتشر کرده. امراه که در دوران مدرسه با توجه به صدای حیرت انگیزی که داشت 4 آلبوم آماتور منتشر میکنه که شهرتش تا استانبول کشیده میشه. امراه فقط 13 سال داشت که وارد استودیوی موسیقی حرفه‌ای شد و اولین آلبوم حرفه‌ای خودش با نام آقام آقام منتشر کرد و لقب امراه کوچک را گرفت. امراه در ترکیه اولین خواننده بود که یک ورزشگاه 50,000 نفری رو در سال 1994 پر کرد. امراه در میان ایرانی‌ها طرفداران زیادی دارد که همین باعث شد در سال 2005 با خواننده شهیار موزیک بی تو هرگز را منتشر کنند. امراه جزو محبوب ترین و پرچمدار نسل طلایی موزیک ترکیه است که در طول فعالیت هنریش بدون حاشیه و در سکوت به حرفه موسیقی خودش ادامه می‌دهد. کلکسیون افتخارات امراه فقط به جوایز ارزشمند مادی وی ختم نمی‌شود، بلکه اون همیشه به دنبال معنویات و کمک به هم نوعانش بوده. ساخت مدرسه برای معلولان جسمی در دیاربکیر، کمک و اهدای چندین واحد خانه به زلزله‌زدگان وان و استانبول، در اختیار گذاشتن چند تا از خانه‌هایش برای پناهجویان سوریه‌ای. در سال گذشته موزیک گوتور بنیگیتین یره به عنوان بهترین موزیک قرن ترکیه از طرف جشنواره آلتن کلبک انتخاب شد.